درود و مهر خدمت دوستای عزیزم. امیدوارم که حال همتون خوب باشه، خوب و عالی. حتی اگر یه سری جاهایی هم یه سری چالش هایی دارین، امیدوارم اونها هم به جهت ساختن حال خوب و عالی شما باشه. خوشحالم که تونستم در کنار شما دوستان عزیز باشم و بتونم از طریق اون دنیای قشنگتری رو برای خودم و برای همه شما عزیزان که جدی میگیرین محتوا رو بسازم. موضوعی که من انتخاب کردم باهاش که بتونم خودم و شما دوستان عزیز در کنار هم دیگه برای رشد و پیشرفتمون قدم برداریم و دنیامون رو بسازیم. قلم خیلی قشنگه و خیلی هم مقدسه. در واقع سکوت حنجره است. وقتی حنجره سکوت میکنه قلم مینویسه. قلم میاد خیلی نگفته ها رو مینویسه، خیلی زیاد. بیاین نگاه کنیم میبینیم سرنوشت خیلی چیزها با قلم عوض شد. مثلا خیلی از جنگ ها از طریق قلم تبدیل به صلح شده. اون جنگ، داستان های عاشقانه، خیلی از اکتشافات از طریق قلم که ثبت شده باعث شده دیگه مسیری که یکی دیگه رفته رو شخص جدیدی نره و اون شخص جدید مسیر جدید خودش رو بره. یا خیلی داستان‌های موفقیت‌ها رو وقتی نوشته شده و قلم اون رو گرفته ثبت کرده، کمک کرده که انسان‌ها بیان یا از اون الگو بگیرن یا حداقل به عنوان یک چیز بهش نگاه کنن و ازش الهام بگیرن، یا اینکه به خودشون بگن که این مسیر رو رفته منم میتونم برم. خیلی جاها از طریق قلم شده ظلم هایی شده و حتی از طریق همون قلم دادخواهی هایی شده. خیلی داستان های عاشقانه مثل لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، خیلی زیاد. در واقع قلم در هر اندازه‌ای که باشه مقدس و هر شکلی. قلم اشکال مختلفی داره. قلم با همون شکل‌های مختلفی که داره، بعضی وقتا قلم‌ها همین مدادهای معمولی دستمون میگیریم، یه سری خودکارن، یه سری قلم‌ها جدیدن هم قلم‌های الکترونیکی اومدن. اگه بیایم نگاه کنیم از روز اول زندگیمون قلم خیلی کاربرد داشته تو زندگیمون. در واقع قلم زندگی خودمون رو بیایم نگاه کنیم میبینیم که قلم جایگاهش خیلی بالا بوده برامون، حتی اگر ناآگاهانه بود. مثلا من وقتی که برای خودم قلم رو یادمه بچه بودم و یه سری خطوطی باهاش میکشیدم. بعد که بزرگتر شدم اینا تبدیل شد به الفبا. بزرگتر شدم دیدم میتونم از طریق اون خیلی چیزها رو یاد بگیرم، بنویسم، امتحان بدم. از طریق دانشگاه رفتم دانشگاه، متوجه شدم که میتونم از طریق این قلم خیلی از مسائل رو برای خودم حلش کنم. میتونم برنامه روزانه‌مو یادداشت کنم، میتونم خیلی کارهای زندگیم رو باهاش انجام بدم. البته یه سری جاهایی هم از قلم استفاده میکنم و هم میکردم هم میکنم استفاده رو. اینه که من میام هر وقت که بارش فکری دارم، چه میخواد این در زمینه فکرم اعصاب خوردی باشه یا اینکه حس و حال خوبی رو داشته باشم، مینویسمشون، افکارمو مینویسم. همیشه من معتقد به اینم که قلم که باشه یه حس و حال خوبی رو به آدم میده. وقتی یه کنج خلوتی رو برای خودت انتخاب میکنی و قلم دست میگیری همینجوری حرکت میکنه، این بهترین حالتیه که میتونی از طریق اون به آرامش برسی. خیلی از روانشناسان اینو تایید کردن که روزانه صبح
وقتی که بیدار میشی از خواب، اول شروع کنی هر آنچه که در ذهنت هست رو روی کاغذ بنویسی. تخلیه افکار، این خیلی کمک میکنه. قلم رو اگر وارد زندگیمون بکنیم، با ما یه دوست باشه کنارمون. این دوست دلسوزه، بی‌کینه است، بی قضاوته. دقت کردین تا حالا بهش؟ هر چیزی که تو بخوای رو اون مینویسه و حرکت هم میکنه. بیشتر قلم ها وقتی که حرفای دل رو مینویسن قدرت خیلی بالایی دارن. خیلی وقتها میایم لای دفترامون خیلی چیزا رو یادداشت میکنیم، یادمون میره که اینو برای چی بود یا چرا بود، برای کی بود، ولی نه کسی هم میشنوه. راست هیچ کس هم اونو نمیشنوه. یه مدت که میگذره میایم لای دفتری که باز میکنیم یادمون میره. این وسط فقط منم و قلم با اون کاغذ، فقط همیناییم که میدونیم چی نوشتیم، برای چی نوشتیم، برای کی نوشتیم، دلیلش چیه. ای کاش قلم ها بتونن زبان بگشاین و حرف بزنن. خیلی نگفته هاست. ما حتی میتونیم از قلم استفاده کنیم. خیلی از نگفته هایی که حنجره هامون نمیتونه اونا رو بگه، با قلم بگیم. برای همینه که میگن کم رنگ ترین مدادها از پررنگ ترین حافظه ها هم ماندگارترن. وقتی قلم هست گذشته محکوم به تکرار نمیشه. ببینید چرا؟ چون اون نوشته شده، گذشته نوشته شده، به دست من رسیده. میخوام در یه زمینه بیام کاری رو انجام بدم. تا جایی که راهی رو که در اون مسیر راهی رو که اون آدم قبل رفته، من نمیرم، میام از اون استفاده میکنم. پس باعث میشه که من جلوتر برم، پیشرفت بیشتر رو داشته باشم. همینم کمک خیلی زیادیه میکنه به اکتشافات. همین یادداشت‌هایی که انجام دادن گذشتگان تا یک سری از مسیرهای کشف رو که رفتن جلو، کمک کردن به اینهایی که جدیدن میان همون کشف رو بهترش کنن، بیان یه چیز جدیدی رو باز کشف کنن، به کشف قبلی اضافهش کنن. این خیلی قدرت داره. یادداشت‌هایی که قلم انجام میده خیلی خیلی قدرت داره. قدرت قلم رو دست کم نگیریم. قلم میاد خیال‌هاتو هم حتی می‌نویسه. دقت کردیم بهش؟ خیال‌هاتو می‌نویسه. دنیای خیالی که تو داری و کسی اون رو نمی‌بینه جز خودت، قلم اون رو میتونه بنویسه. در واقع قلم میتونه دنیای جادو رو و دنیای ذهن، تخیل، تصور رو حتی به تصویر بکشه. چه با یادداشته، چه قلم‌موهایی که روی بوم‌ها نقاشی میکنن. قلم میتونه این کارها رو انجام بده. میتونه تو رو یه سفر خیالی ببره. چه روی اون طرحی که روی بوم نقاشی شده، چه روی اون نوشته‌ای که روی یک سطح کاغذی نوشته شده. آدم‌ها خیلی زرنگن. زمانی که قدرت کاغذ رو دونستن، قدرت قلم رو دونستن، اومدن ازش خیلی به نفع خودشون بهره برداری کردن. زمانی که تونستن روی دیوارهای سنگی غارها یادداشت کنن، یادداشت کردن. تونستن رو خشت گلی یادداشت کنن، خب یادداشت کردن. بعد از اون از قلم ها شد پر پرندگان که روی پوست ها می نوشتن. الان هم که شکر خدا قلم از چوب درختان و خیلی راحت. حتی قلم های دیگه هم هست.
خودکار، روان‌نویس، قلم‌موها که روی بوم نقاشی میکشن، یا قلم‌های الکترونیکی که روی صفحه مانیتورها، روی صفحه به حساب موبایل ها حتی میتونی ازشون استفاده کنی. دنیا خیلی پیشرفت کرده. یادداشت هایی که توسط این قلم ها صورت گرفته باعث شده که هی کار رو برای ما راحت تر و آسان تر کنه. در واقع یه کاری کرده که ما بتونیم دنیای قشنگتری رو برای خودمون بسازیم. ما همیشه معتقد به اینم بهتره که قلم رو دوست خودمون بدونیم. یه دوست صمیمی، یه دوست همراه، همدل، یه دوست بیکینه، بی قضاوت. هر چیزی رو که خودش بخواد توسط ما، خواسته ما، اون قلم نوشته میشه، حرکت میکنه. خیلی خیلی دنیای قشنگی قلم میتونه بسازه. خیلی زیاد قلم میتونه احساسات و عواطف ماها رو بیان کنه. چیزی رو که شاید به کلام، از کلمات نتونستیم استفاده کنیم و بیانش کنیم، قلم میاد اون رو مینویسه، بیانش میکنه. وقتی که میایم یه چیزی رو یاد بگیریم، قلم کمکمون میکنه که یاد بگیریم. وقتی که میایم یک کار رو انجام بدیم، شاید افکار رو نتونیم متمرکز کنیم. ذهنمون روی یه چیز نمیشه. ذهن چون در هر لحظه ممکنه افکار بسیار زیادی درش وجود داشته باشه. ولی وقتی که میایم متمرکز میشیم و قلم رو دست میگیریم، میتونه این قلم تمرکز رو بهمون بده. حتی تو دنیایی که ما میایم کارهامون زیاده و یا خیلی شلوغ پلوغیم، نمیدونیم چه کار رو که انجام بدیم، چجوری باشه، با قلم میتونیم اون رو یادداشت کنیم و برای خودمون اولویت بندی کنیم و شروع کنیم به انجام دادنش دونه دونه. این باعث میشه که خیلی قدرتمند بشیم. دنیای قشنگتری رو هم برای خودمون، برای اطرافیانمون، برای آدم هایی که در اطراف ما زندگی میخوان خانواده باشن، شهر باشه، کشور باشه، قاره باشه، یا کل جهان هستی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. قلم قدرت خیلی زیادی داره. قلم قدرت تغییر افکار رو داره. دقت کردین؟ چرا؟ چون باعث تمرکز افکار میشه. از طریق قلم میایم داستانهای امید، انگیزه، داستانهای موفقیت رو مینویسیم. داستانهای عاشقی که این مسیر عاشقی به این راحتی نبوده، یا اکتشافات. هر کسی هر چیزی رو کشف کرده از طریق قلم یادداشت میکنه. قلم رو در واقع توی فرهنگ‌های مختلف قدرت خیلی زیادی براش در نظر گرفتن و هر کدومشون هم اونو در واقع چیزی که هر کدومشون یک جور اون رو حرکت دادن، ولی چیزی که در بین همه مشترک هست اون رو نماد اندیشه و خرد میدونن. یعنی میگن قلم نماد اندیشه و خرده. حتی در زمان باستان هم وجود داشته که در یونان باستان قلم رو به عنوان الهه خرد میدونستن، آفرودیت. حتی در مصر باستان قلم رو به عنوان الهه نوشتار میدونستن، تابرت. در اسلام هم که به قلم قسم خورده دیگه، نون و قلم و ما یسرون. یک ابزاریه که
باعث میشه قدرت خیلی زیادی رو از طریق ما انسان ها بین خودمون انتقال بده. یعنی فرکانسی رو قلم در جهان هستی ارتعاش میده که ماندگاره. این ارتعاش باعث میشه که درسته شاید یک روزی یادت بره که این ارتعاشی که توسط قلم دادی در کجا بوده، ولی قلم اونو یادداشت کرده. بعد از مدت ها میبینیش و میبینی چی رو کجا نوشتی، چی خواستی از جهان هستی، چی رو خواستی از جهان هستی، اونو بهت داده که تو فراموش کردی یه روزی این رو توسط قلم نوشتی و خواستی. برای همینم هست که میگن از قلم برای نوشتن چیزهای خوب استفاده کنید، چیزهایی که باعث ساختن میشه، چه ساختن خودتون چه جهان اطرافتون. چون قلم زبان خاموش اندیشه است. قدرت قلم رو باید جدی بگیریم. انسان ها میان اندیشه هاشون رو از طریق قلم ها ماندگار میکنن. ما هم میتونیم با همدیگه این کار رو انجام بدیم و بیایم اندیشه‌مون رو ماندگار کنیم. باعث بشه بتونیم خیلی زیاد زندگیمون رو تغییر بدیم. زندگی که هممون حق زندگی کردن رو داریم در اون. ما به دنیا میایم که زندگی کنیم. بودنمون در جهان هستی خودش بزرگترین نعمت. وقتی که ما انتخاب کردیم بیایم در این جهان هستی، یعنی انتخاب کردیم که زندگی کنیم. پس میتونیم برای ساختن این زندگی از قلم هامون استفاده کنیم و قلم هامون رو در جهت ساختن این زندگی که انتخاب کردیم و بیشتر هم انتخاب میکنیم که بهتر، راحتتر و در جهت رفاه بیشتری باشه و لذت بردن بیشتر، در اون جهت این قلم ها رو حرکت. خیلی از ماها شاید کم بدونیم که حتی یه روز رو به عنوان روز قلم انتخاب کردن، انقدر که به قلم بها دادن. اگر اشتباه نکنم 14 تیره، روز گرامی داشت قلم. من میخوام در کنار شما دوستان عزیز این فرصت رو به خودم بدم و به هممون که با همدیگه قلم رو طوری حرکت بدیم که باهاش زندگیمون رو بسازیم. یه زندگی پر از موفقیت، پر از شادی. ساختن زندگی که در اون موفقیت و شادی باشه به این جهت نیست که شما فکر کنید ایدئالگرا بریم بشیم و بگیم مثلا فلان امکانات و فلان رفاهیات و فلان ویلا و کاخ و اینجور چیزا. نه، اینا نیست. در واقع ساختن زندگی ساختن درون خودمونه، از چیزهایی که داریم، موقعیتی که داریم بهره ببریم. من خودم هم در کنار شما دوستان عزیز تمام تلاشمو میکنم که قلم رو طوری حرکت بدم برای خودم که بتونم درون خودم رو بسازم و کمک کنم به شما دوستان عزیز شما هم قلم هاتون رو طوری برای خودتون حرکت بدین که بتونید زیباترین چیزی رو که دوست داریم بسازیم. دنیای هر کس با قلمش رقم میخوره. قلمت رو طوری حرکت بده که بتونی دنیاتو زیباترین حالت ممکن بکنی. من از همتون ممنونم که کمک میکنین جهانی رو که برای خودمون بسازیم پر از عشق باشه، پر از نور عشق، اول به وجود خودمون بعد هم به وجود اطرافیانمون. در واقع منبع انرژی در هر انسانی خودشه
پس قلمش رو میتونه طوری حرکت بده که از این منبع انرژی بهره ببره و با فرکانس هایی که میده جهانش رو بسازه. از همتون ممنونم به خاطر همراهی قشنگ و زیبایی که با من داشتید و تا اینجا منو همراهی کردید. باشد که بتوانم دنیایم را بسازم و کمک کنم دنیایتان را بسازید. بدرود. تا درودی دیگر، بدرود.